عزیز، بنده دکتر محمود علیخانی هستم، متخصص اعصاب و روان. موضوعی که قصد دارم در این ویدیو با شما صحبت بکنم ادامه تعریف اختلال روحی هست. در ویدیوی قبلی توضیح دادیم که هر عملی که باعث اختلال در روابط اجتماعی یا خانوادگی بشه، هرچند اون عمل پسندیده و زیبا باشه از نظر اجتماعی، بیش از حد تلقی شده و ریشه در یک بیماری روحی داره و بیمارگونه هست. آیتم بعدی که در تعریف بیماری‌های روحی مطرح میشه اینه که اگر کسی اختلال عملکرد شغلی پیدا بکنه، احتمالاً مبتلا به بیماری روحی شده. دقت کنید که عرض کردم احتمالاً، چرا؟ چون ممکنه که بیماری روحی داشته باشه که اختلال شغلی پیدا کرده و تشخیص قطعی با روانپزشک هست. این فرد باید بهتره که به روانپزشک مراجعه بکنه و تشخیص قطعی رو متخصص روانپزشکی مطرح بکنه. مثالی خدمتتون عرض کنم. آقای کارمندی رو شما در نظر بگیرید که هر روز صبح آن تایم و سر وقت توی اداره حاضر میشه، کار ارباب رجوع رو به دقت انجام میده، برخورد مناسبی با ارباب رجوع داره و زمان پایان کارم آن تایم و سر وقت از اداره خارج میشه. حالا مدتی هست که این آقای کارمند ادعا میکنه که انگیزه‌ای برای کار کردن نداره، از محیط کار خوشش نمیاد، تحمل ارباب رجوع رو نداره و خودش میگه که جو اداره برای من سنگین شده و نمیتونم دیگه اداره رو تحمل بکنم. رفتار همکاران و دوستان توی اداره برای من قابل تحمل نیست. رفتار ارباب رجوع دیگه برای من قابل قبول و قابل تحمل نیست. دیر وارد اداره میشه و زمان خارج شدن زودتر از موعد خارج میشه. مرخصی های بیمورد زیاد میگیره و از اینجور موارد ایشون دچار اختلال عملکرد شغلی شده. به احتمال قوی شروع بیماری روحی هست. حالا برای اینکه مشخص بشه که آیا مبتلا به بیماری روحی شده یا نه، قطعا باید به یک روانپزشک مراجعه بکنه و اگر که مبتلا به بیماری روحی شده باید درمان مناسب انجام بشه، وگرنه دچار صدمات شغلی و اجتماعی بیشتری خواهد شد. یه مثال دیگه رو خدمتتون عرض کنم که بسیار در جامعه شایع هست. شما یک دانش آموز، یک دانشجو تو هر مقطعی رو که هست در نظر بگیرید که ایشون قبلا حضور در مدرسهش منظم بوده، پیگیر مباحث استاد و معلم بوده، تکالیفش رو به موقع انجام میداده، نمره خوبی داشته، درس‌ها مناسب پیگیری میکرده، ولی الان میگه من انگیزه‌ای برای درس خوندن ندارم، حال درس خوندن ندارم. یه اصطلاحی که استفاده بکنم اینه که دیگه درس خوندن به من حال نمیده. از این اصطلاحات استفاده میکنم. اصلا درس خوندن برای چی؟ اونایی که خوندن چیکار کردن؟ درس خوندن چه مشکلی از من حل میکنه و از اینجور دلایل مطرح میکنه. حضور در مدرسهش نامنظم هست، پیگیری مباحث استاد یا معلم نمیشه، تکالیف مدرسه یا دانشگاه خوب انجام نمیده، افت تحصیلی پیدا میکنه و در بعضی از موارد ترک تحصیل میکنن. خب به احتمال قوی ایشون دچار مشکل روحی و بحران روحی شده که باید قطعاً به روانپزشک مراجعه کنه و تشخیص قطعی رو روانپزشک مطرح بکنه. یه نکته‌ای رو که لازم من به خانواده ها تذکر بدم و یادآوری کنم اینه که ترک تحصیل در فرزندان رو با حساسیت زیاد پیگیری کنن و خیلی ساده از این قضیه عبور نکنن. ترک تحصیل در یک دانش آموز، یک دانشجو میتونه علامتی از شروع یک بیماری روحی باشه. عرض کردم میتونه علامتی از شروع یک بیماری روحی باشه که قطعاً باید به روانپزشک مراجعه کنید تا تعیین تکلیف بشه که آیا بیماری روحی شروع شده یا نه و نیاز به درمان داره یا نداره.
بیماری‌های روحی متعددی هستند که باعث اختلال در عملکرد شغلی میشن که به مرور در ویدئوهای بعدی به اونها خواهم پرداخت. در رابطه با آیتم دیگری که در تعریف بیماری‌های روحی مطرح میشه، یعنی اختلال در نظافت شخصی، در ویدئوی بعدی مفصل با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. خدا نگهدار.